دلم تنگ شد. لطه را از چشمم میگیرم. اگر آن را از چشمت بگیری مجبور میشوم که در همین جا تو را دو تقسیم کنم. حیف میشوی. این کار را نکن. با ما مواد در کار است. برای همین اینجا آمدیم. شما کیستید آکا؟ من کیستم؟ کیستم من؟ سوالی خوب. هر کی مرا نبیند پشیمان و هر کی ببیند 1000 بار پشیمان می شود. با ما مال لازم. احوالمان بد است. سخت عذاب میکشیم. التماس. عذاب میکشی ها؟ همین خیل. خوب، خیلی خوب. یک زنی رسام بود که یک قاش داشت. نامش چه بود؟ زن. یک قاش. بگمانم فریده بود. چی بود؟ فریده کهلو. بله، او یک سخنی خوبی داشت. این گونه: خواستم عذاب و دردهایم را از خود دور سازم، اما در این راه سخت عذاب کشیدم و من حاضر از جانب این حسیات و نالش ها آب و ادا شدم. چه خیره حالیه؟ به این بچه ها مالی زیاد دهید، از اینها پول نگیرید. فهمیدید؟ خب بچه ها، شما آینده قره‌باهیر هستید. گیرید، مالهای ما را بسنجید، اما خودخواهی و خودپرستی نکنید. خودپرستی را بد میبینم. به رفیقانتان هم دید. اگر پسند آید باز می آید. تا باز دید. تشکر زیاد. البته می آییم. عذابهایتان را نگاه دارید جوانان. عذابهایتان را دوست دارید. باوری داری درمان؟ اینقدر مال را به پول میدهیم؟ به این بچه ها مال دهید. آنها به من در کارند. خوب. فهما با او میرسونم. به جای سفیر بزرگ شرقی نزدیک به عهده سردار افتاده است. انجمنی برگزار می شده است. خوب فهما. ما با ترس‌های خودمان در اون انجمن اشتراک میکنیم. فهمو تمام. با جای سفیر بزرگ شخصی دیگر را موندند. سردار از شرق نزدیک میخواسته از جمع آمده برپا کند. یعنی نقشه های نو جای دارند. خوب، ما هم